نسل صحابه چی رقم مردمن، چی عقیده دارن، چگونه عبادت میکنن، چی نوع اخلاق دارن. اول اشداء علی الکفار، اولین صفتشان، اولین خصوصیت نسل اولی امت که الله از اونها راضی شده، اشداء علی الکفار، سخت گیرن در مقابل دشمن الله و پیامبرش. این صفت اول است. این اول یک منهج صحیح و سالم اعتقادی است که در میان یک عده زیادی از امت گم شده، دوستی به خاطر الله و دشمنی به خاطر الله، و این کمال ایمان است. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان، کسی که به خاطر الله محبت میکنه، کسی که به خاطر الله دوستی میکنه، کسی که به خاطر الله دشمنی میکنه، کسی که به خاطر الله چیزی را میبخشه و چیزی را منع میکنه، فقط استکمل الایمان، ایمان را تکمیل کرده. مفهوم ولاء در میان یک بخش عظیمی از این امت، اونایی که لاف منهج صحیح را میزنن، گم است. و این یعنی عدم اتباع صحابه. صفت اول نیست. این اول یک منهج اعتقادی است، یک منهج اعتقادی. دوم یک موقف سیاسی است. اشداء علی الکفار اول یک منهج اعتقادی است، دوم یک موقف سیاسی است. کسی که این را نداشته باشه لاف اتباع از دین الله را نزنه. اول اشداء علی الکفار، دوم رحماء بینهم، در میان همدیگر نمونه واقعی از انما المؤمنون اخوة را تطبیق دادن. یک عده ما در اشداء علی الکفار خیلی خوبیم، خب باز رحماء بینهم را فراموش کردیم. این هم منهج غلطی است، ولو لاف سلفی بودن را بزنیم. اشداء علی الکفار درجه اول است، رحماء بینهم بودن درجه دوم هست. این هم خصلت صحابه هست. این هم یک ساختار اجتماعی را هم معرفی میکنه، یک عملکرد اخلاقی را هم بیان میکنه. در رحماء بینهم هر دو بوده هست، هم یک ساختار اجتماعی است که در اجتماع زندگی میکنن، چی نوع برخورد با هم دیگر دارن این صحابه، رحماء بینهم، بر علاوهش منهج اخلاقی است. رحماء بینهم بودن یک منهج اخلاقی است. ما واضح‌تر گپ میزنم. اما برادرای ما که لاف سلفی بودن را میزنن، در موارد یک عدهشان اشداء علی الکفار نیستن، دروغ میگن، و یک عدهشان که اگر اشداء علی الکفار هستن رحماء بینهم را فراموش کردن. با اندکترین اختلاف اجتهادی با یک برادر مسلمان خود مثل یک کافر برخورد میکنه. این دین الله نیست. عقده شخصی دل خود به نام دین بیرون میکنه. این دین الله نیست. تسلیم شدن کامل به دین الله، همه خواسته ها و خواهشات و هواهای نفسانی خود را تا کاملا تابع دین الله نکرده باشیم مؤمن نیستین. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. هیچ کدامتان مؤمن شده نمیتونین تا زمانی که همه خواسته های نفسانیتان تابع آنچه که پیامبر آورده نشه. رحماء بینهم بودن را هم نباید فراموش بکنیم. این منهج اعتقادی است.